امروز قصد دارم تا درباره یک فیلم درام علمی تخیلی آمریکایی به نام او که در سال 2013 ساخته شد توضیح بدم. پس تا پایان فیلم با ما همراه باشید و با لایک و سابسکرایب کردن از ما حمایت کنید. این فیلم وقایعی رو در زمان آینده لس آنجلس به تصویر میکشه و تئودور مردیه که نمیتونه وارد ارتباطات عشقی بشه. او به عنوان یه نویسنده در شرکتی کارش عمدتاً نوشتن نامه‌های عاشقانه برای افرادیه که نمیتونن احساسات خودشون رو به خوبی ابراز و بیان کنن مشغول به کاره. افرادی که قصد دارن تا این شرکت براشون این نامه ها رو بنویسه عکس خودشون و همسرشون رو برای اونها میفرستن و به این ترتیب تئودور کارشون رو انجام میده. این فیلم به نحوی بیان میکنه که در آینده مردم با مشکلاتی در زمینه ابراز احساساتشون روبرو میشن، چرا که نوبت‌های این شرکت همیشه رزروه. تئودور به مرور زمان متوجه میشه که زندگیش به سادگی زندگی دیگران نیست. او یه فرد درونگراست، تنهاست و افسرده است که همیشه به موسیقی‌های غم‌انگیز گوش میده و بعد از کار ایمیلاشو چک میکنه. فناوری که در این فیلم می‌بینیم بسیار پیشرفته است، چون مردم به طور کامل از لوازم الکترونیکی استفاده می‌کنند. در طول این داستان ما متوجه میشیم که تئودور قبلا توی یه رابطه با دختری بوده که بسیار بهش علاقه‌مند بود. او هر شب خاطراتش رو با این شخص مرور می‌کنه، اما مجبور تا ازش جدا بشه. تئودور برای دور کردن ذهنش از این خاطرات تصمیم گرفت تا در نرم افزارهای گفتگو عضو بشه و با غریبه‌ها هم صحبت بشه. این نرم افزار که OS نام داشت، علاوه بر اینکه یک سیستم عامل محسوب میشد، نوعی هوش مصنوعی هم به حساب می اومد. بعد از اینکه تئودور وارد این برنامه شد، او صدای یه دختر رو انتخاب کرد. این سیستم به طور تصادفی سوالاتی راجع به ارتباطش با مادرش ازش پرسید. اولش تئودور احساس عجیبی نسبت به همصحبتی با یک کامپیوتر داشت، اما به مرور از این تکنولوژی خوشش اومد. این برنامه بهش کمک‌های زیادی کرد، مثل مرتب کردن ایمیلاش و یا هدایت مخاطبینش. روز بعد سامانتا با یکی دیگه از کاربرداش تئو رو هیجان زده کرد. او میتونست توی نوشتن و اصلاح اشکالات نامه‌ها به تئودور کمک کنه. اما با این حال تئودور چیزی در رابطه با ارتباط گذشتش نگفت، چون هنوز نتونسته بود با این سیستم ارتباط خوبی برقرار کنه. کمی بعد سامانتا به تئو پیشنهاد داد تا با دختری که فارغ التحصیل رشته کامپیوتر از دانشگاه هاروارد بوده ملاقاتی داشته باشه. بعد از کلی تردید و دودلی تئو تصمیم گرفت این کار رو انجام بده. صبح روز بعدش تئودور دوستاشو توی شرکت دید و ماجرا رو براشون تعریف کرد، اما با این حال همچنان قصد فراموش کردن رابطه قبلیشو نداشت، چون فکر میکرد مقصر نابودی این ارتباط خودش بوده. سامانتا از طریق این تکنولوژی حتی قادر بود تمامی رفتارها و کارهای تئودور رو زیر نظر بگیره. بعد از قرار ملاقات تئو با خانمی که سامانتا معرفی کرده بود، او تمام اتفاقات این دیدار رو به سامانتا بازگو کرد، اما این قرار اونقدر هم خوب نبود، چرا که تئو آمادگی لازم برای فراموشی خاطرات گذشته و شروع ارتباط جدید رو نداشت. روزهای زیادی گذشت. ارتباط کلامی تئو و سامانتا بیشتر و عمیق‌تر شد، تا جایی که تئو سامانتا رو در کنار خودش تصور می‌کرد. این ارتباط تأثیر مثبتی توی روحیه و انرژی تئو گذاشته بود. طی این گفتگوها سامانتا نظرش رو در رابطه با ازدواج پرسید و تئو جواب داد که علیرغم سخت بودن این مسئله، تقسیم کردن زندگیش با یه شخص دیگه احساس خوبی بهش میده. طی این صحبت‌ها تئودور در رابطه با ارتباط گذشته‌اش همه چیزو به سامانتا توضیح داد و گفت که توی کالج با هم آشنا شدن و عاشق هم شدن، ولی او احساس می‌کرد که این ارتباط باید دوستانه باقی بمونه. تئودور بعد از مدت زیادی کلنجار رفتن با خودش و احساسش نسبت به سامانتا تصمیم گرفت تا برگه‌های طلاقی که همسرش براش فرستاده بود و امضا کنه و به این ارتباط پایان بده. روزی که تئو و همسر سابقش کاترین با هم قرار ملاقات داشتن تا تئو برگه‌های طلاقو بهش تحویل بده، از ارتباطش با سامانتا برای کاترین توضیح داد. اما او بیشتر متعجب شد و تئو رو متهم کرد که نمیتونه احساسات انسانیش رو کنترل و مدیریت کنه. این حرفا تئو رو به فکر فرو برد. تئو این ماجرا رو برای یکی از همکاراش تعریف کرد و از احساساتش براشون گفت. همکارش بهش پیشنهاد داد تا یه نفر رو پیدا کنه و با قرار دادن صدای سامانتا به جای اون دختر باهاش قرار ملاقاتی رو داشته باشه. تئودور علیرغم این مسئله که ممکن بود با این کارش دل این دختر رو بشکنه، این کار رو انجام داد.
ولی همه چیز خوب پیش نرفت. تئو بعد از مدتی از دختر خواست تا خونه رو ترک کنه. او با یکی از دوستاش که امی نام داشت راجع به این مسائل صحبت کرد و ازش خواست تا بهش کمک کنه. روزای زیادی از این ماجرا گذشت و تئودور هر جا که میرفت سامانتا رو هم با خودش میبرد و با هم صحبت میکردن. یه روز ارتباط تئو با سامانتا قطع شد و تئو بسیار مضطرب و ناراحت بود. اما بعد از تلاش‌های زیاد بالاخره موفق شد ارتباطش رو با سامانتا وصل کنه. طی مکالمات این دو نفر سامانتا اعتراف کرد که روزانه با 8000 نفر صحبت میکنه و از این 8000 نفر عاشق 500 نفرشون میشه که این مسئله به ما نشون میده تفاوت‌های زیادی بین انسان و AI وجود داره. تئو از این موضوع بسیار ناراحت شده بود. هرچند سامانتا گفت که تو تنها کسی بودی که اینقدر باهاش صمیمی شده و اضافه کرد که سیستم OS در حال رفتن به فضا و نابودیه و مجبور برای همیشه از تئودور خداحافظی کنه. با وجود این رویداد تلخ، تئودور بعد از این ماجراها به نسخه بهتری نسبت به قبلش تبدیل شد و برای اولین بار نامه‌ای از جانب خودش برای همسر سابقش کاترین نوشت و ازش عذرخواهی کرد. انتهای این فیلم به خاطر رفتن هوش مصنوعی بسیار غم انگیز بود، اما در عوض تئو و کاترین روزهای خوشی را از اول کنار هم تجربه کردند. امیدوارم که از تماشای این فیلم لذت کافی رو برده باشید. یادتون نره که با لایک و سابسکرایب کردن از ما حمایت کنید. تا فیلمی دیگه، خدا نگهدار.